ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادران عزیز، چند دقیقه به خاطر ادای سنت پیامبر صلی الله علیه و وسلم که بعد از دفن میت چند دقیقه در رابطه به مرگ و در رابطه به قبر باید صحبت صورت بگیره و به خاطر از اینکه اجر سنت پیامبر صلی الله علیه و وسلم را که در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است: من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شهید. کسی که به یک سنت ما در وقت فساد امت عمل میکنه اجر 100 شهید داره. با همین خاطر ما شما به این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم چند دقیقه بعد از دفن میت در رابطه به مرگ صحبت میکنیم. ان شاء الله العزیز خداوند توفیق عمل به ما هم و به شما هم نصیب بفرماید و اجر سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم الله تعالی نصیب همه ما و شما بگرداند. آیه مبارکه قرآن از نشانه که خواندم فیصله الله متعال است. اینطور فیصله میکنه که منها خلقناکم، شما را زمین خاک آفریدم، تمام چیزهایی که شما میخورین و به بزرگی میرسین و به الاخره به مرگ میرسین، همه چیزها در روی زمین از میکنین. و یا